عالی ترینه. سلام علیکم، خوش اومدید به اولین ویدیوی این کانال. یعنی اولین ویدیو که نیست، ولی اولین ویدیوی آشپزیه که رسما ما شروع کردیم به استارت آموزش های خفن و خوشمزه به آسون ترین روش ممکن. یعنی قراره اینجا کلی غذاها و خوراکی‌های خوشمزه یاد بگیریم به آسون ترین روشی که فکرشو میکنید. از امروز قرار استارت آموزش‌های شیرینی نوروزی رو بزنیم و تا عید کلی شیرینی خفن و خوشمزه و آسون بهتون یاد بدم که خیلی راحت بتونین توی خونه با هزینه خیلی خیلی کمتر از قنادی برای خودتون شیرینی‌های خوشمزه و ترتمیز و بهداشتی تو خونه درست بکنین و دیگه خیالتون هم راحت باشه و لذتش رو ببرین. اصلا درست کردن شیرینی توی خونه، اونم وقتی خودت بخوای درستش بکنی، یه طعم و مزه دیگه ای داره. وقتی عید مهمون میاد خونه تو از شیرینیات میخوره و تعریف میکنه، اصلا یه حال هوای دیگه ای داره. بریم با هم اولین آموزش رو ببینیم. امروز میخوام بهتون یه شیرینی سنتی خوشمزه قدیمی یاد بدم که خیلی خیلی مرسومه واسه عیدا میخرن. شیرینی بهشتی که عکسش رو قطعا دیدین رو کاور ویدیو و خیلی خوشمزه است و مثل پنبه و مثل پشمک تو دهن آب میشه. بریم با هم درستش کنیم. بچه‌ها، من مواد اولیه رو آماده کردم. میزانش رو هم روی ویدیو براتون میذارم، هم توی دیسکریپشن براتون مینویسم که برید راحت ببینید. یه توضیحی باید بدم بچه‌ها، توی این شیرینی حتما باید از روغن گیاهی جامد استفاده بکنید و روغنتون نباید اصلا حیوانی باشه. اگر حالا ایران هستید که خیلی راحته، میرید قنادی به این اسم روغن صاف یا روغن 50. حتما باید این باشه. از کره و روغن مایه و اینجور چیزا نمیتونین استفاده کنین. البته روغن مایه داخلش هست، ولی این بیس اصلیش با اون کره مخصوصشه یا روغن جامد مخصوصشه. نکته دوم اینه که آردی که استفاده میکنید، کلا اینو بگم که همیشه یادتون باشه، واسه یه شیرینی پختن، کیک، شیرینی، دونات، هر چیزی که فکرشو میکنید، باید از آرد کیک پزی یا آرد شیرینی پزی یا آرد 3-0 استفاده بشه و از آردهای معمولی و آردهایی که بافت سنگین تری دارن مثلا آرد نونوایی نمیتونین استفاده کنین. پس این هم میتونین از قنادی بگیرین. حواستون به این 2 مورد بشه که خیلی مهمه. خب بچه‌ها، من اینجا مواد لازم رو گفتم. به یک قیف ماسوره نیاز دارین و همزن برقی و الک و موادم که نوشتم. اول از همه این روغن صاف یه کوچولو یا با لیسک یا با همین همزنه هم میزنین، نرم که شد پودر قند رو بهش اضافه میکنین. خیلی آروم هم میزنین که پخش و پلا نشه. اولش گوله میشه. روغن مایه رو که میزنین یه مایه خامه یه دست صاف بهت میده. فقط یاد باشه که نصف روغن مایه رو با اضافه کنین. بعد از اضافه کردن روغن مایه این حالتی میشه. حالا باید 7-8 دقیقه قشنگ بزنیم که یه حالت خامه فرم گرفته بشه، خیلی سفت بشه. یه نکته مهم اینجا هست اینه که شما با این ابزاری که اسمش لیسکه هر از گاهی دور ظرفتون اینجوری کاملا جمع بکنید، بیارید وسط، زیر و رو بکنید، دوباره شروع کنید به هم زدن. میبینید چقدر سفت شده؟ اینجوری دقیقا مثل خامه میشه. این خیلی مهمه. اگر به این حالت نرسه و شل بشه، شیرینی شما تو فر وامی رو پهن میشه. این وانیل و پودر هله که من اینم اضافه میکنم مثل عطر و بوی بهتر. آردی که داریم و باید الک کنیم و بریزیم داخلش توی 3 مرحله. اول با لیسک یکم هم میزنیم که با همزن داریم هم میزنیم پخش و پلا نشه آردش. این روغن مایه‌ای که اضافه مونده بودم کم کم اضافه میکنیم توی همون 3 مرحله. با دور ملایم هم میزنیم. یکم از اون روغنه اینم پارت 3 آرد. دیگه همزن جواب نمیده و سفت مواد اون چون سفت شده از لیسک استفاده میکنیم واسه هم زدن این آرد.
روغن مایه هم اضافه کردم. موادتون باید در این حد بشه که نه به دست بچسبه نه خیلی سفت باشه که ببین لطافتش رو ببین. مواد رو میخوام سرنگ کنم. 2 قسمتش رو نگه میدارم واسه زعفرونی و شکلاتی. تو قیفمم ماسوره گذاشتم اینجوری. اینم طریقه ماسوره زدن. ماسوره من این شکلیه. حالا اگه کد داشت کدش رو می‌نویسم، ولی هر ماسوره شد اوکی، مشکلی نداره. با دست یواش جداش کنید. حالا توی کیشه کم زعفرون میریزم. خیلی نریزید بچه‌ها، این آب باعث میشه این شل بشه و زیاد جالب نشه. 1 کوچولو هم خود زعفرون رو میریزم چون میخوام پرهای زعفرون داخلش باشه. حالا هم میزنیم. برای شکلاتی هم من از پودر شکلات استفاده کردم، فقط چون پودر شکلات یه ذره سفتش میکنه 1 قاشق روغن مایه هم بیشتر بهش اضافه میکنیم که بافتش سفت نشه. به این صورت کف شیرینی فرمو که کاغذ روغنی انداختم شیرینی ها رو توش پایپ میکنم و ماسوره میزنم. به این صورت رو برای تزیینش هم بچه ها شما 1 کاسه آب بغل دستتون بذارین، نوک انگشتتون رو یکم خیس بکنین، آب بزنین به سطح شیرینی ها. همون لحظه میتونین از حالا مغزیجات یا من الان روی این حالا تخم خرفه ریختم یا همون سیاه دونه میتونید بریزید. و برای شکلاتیش هم به همین صورت دستم خیس کردم، زدم رو شیرینی ها و از کنجد استفاده کردم که خب سفید و نمای بیشتری داره روی شیرینی شکلاتی. ریختم روش و برای اون مدل زعفرونیش هم میتونید از همین پره های زعفرون استفاده بکنید. البته یه ذره بصرفه نیست، پس در نتیجه یا میتونید همون سیاه دونه رو بریزید روش یا میتونید از یه چیز رنگی تر مثلا مثل مغز پسته، خلال پسته یا پودر پسته مثل من استفاده کنید. من از پودر پسته استفاده کردم. اصلا هم نمیسوزه چون تایم کمی داخل فر میمونه. پودر پسته نمیسوزه و رنگش عوض نمیشه و همونجوری سبز میمونه. خیلی هم خوش رنگ میشه و جذاب، خیلی هم خوشمزه میشه. زعفرون و پسته همیشه یه ترکیب برندن که هم ظاهرش رو خوشگل میکنه هم طعمش به شدت خوشمزه و جذاب میشه. بچه‌ها در مورد این زعفرونش بگم حتما سعیتون رو بکنید که زعفرون غلیظ دم کرده استفاده بکنید که زیاد آبکی نشه و اگه آبکی بشه یه ذره سفت میشه کار. میره تو فر با دمای 150 درجه سانتیگراد حدوداً 10 تا 15 دقیقه میپزه. خب شیرینیمونم آماده است. عالی ترینه. به به عجب چیزی شده. نمیتونه انقدر خوشمزه باشه.
تو دهن آب میشه. خیلی خوشمزه است.